که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. مطلب آخر هم این است که مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده، یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود. این برای کشور وجود خواهد داشت، بعدم رخت بر میبنده و میره و میتوانه تجربیاتی که ما در این زمینه به دست میاریم و فعالیتی که مردم میکنن، دستگاه ها میکنن و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام میگیره، این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاوردها رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت.